برای ساخت این گل یلدایی زیبا ما پارچه مخمل رو به وسیله دولای زانفیکس به وسیله اتو به هم میچسبونیم. بعد الگوی گلبرگمون رو روی پارچه قرار میدیم و دورش رو خط میکشیم. حالا تمام گلبرگ ها رو برش میدیم و با فندک یه لبه سوزی از تمام گلبرگ هامون انجام میدیم. به این شکل به وسیله اتو به گلبرگ ها حرارت میدیم، یکم نگه میداریم که خوب داغ بشه و بعد به وسیله پیچش گلبرگ روی اون خطوطی رو ایجاد میکنیم. به همین حالت قرار میدیم تا سرد بشه. آموزش برگ مخملی رو میتونید توی پست قبلیمون ببینید. حالا همه گلبرگ ها رو وارد نخسوزن میکنم و چینکش میکنم. اولین گلبرگ رو چسب میزنیم و پرچم کریستالی رو که آماده کردیم ما بین گلبرگ ها قرار میدیم.